خب چیکار میکنی عبید؟ دارم گریل میکنم. کردیم آنه که خوردیم گریل کنیم که این موزیک چیکار داری ناصر؟ ناصر جون بچرس گریل بچرس خب گریل شما چیه؟ سلام علیکم والا خدا اون که نیست خوب که نیست صبر این هم دلجگر از قسمت یک یه هم سیسا سیسا یه جور چه شود البته دو سری سوسیس خوردیم یه سری جگر هم داریم یک موزیک صحیح با صدایشو بکنش صحیح اون بالا هم مثل که ابر است میخوای باران بیاد ما تلفن کرده بودیم گفت که امروز نمیاد بعد متاسفانه دوباره اومد آها وقتی میاد آدم نمیشه چیکار کنیم چاره نیست دیگه میاد دیگه ولی خدای جای باحالیه خوب جایه ناصرم خوش خود خیلی موزیک پیدا کردن خوش البته یک صحنه از خودمون بگیریم که در تصویر باشیم بله دوستای عزیز امروز روز چهارشنبه 13 است آها صدایشو بلند کن یعنی چو ولی خیلی خوش گذشت جای بقیه برای بچه‌ام خالی یعنی چو بگه که زدم ناصر بالغت من زدم خبر صدایشو بکش صدا بکنه Son las 5 de la mañana y no he dormido nada, pensando en tu belleza y no voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no sea mi conocí tu novio, ve que si no hay mundo, y sé que no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas, porque no da la talla, no sabe complacerte como amaría yo. Pero tendré paciencia, porque nuestra presencia کجا هستی چی بکنی؟ trago de esperar. برو دو نفره کن آخ مرغابی بیا بچه بیا وایسا عکس گرفته بگیر چیکار ناصر نام بده بالا کنم فراد میکنه تلفن تا زنگ میزنم گوشی رو میگیری گرفتم سعید گرفتم